سرزمین مردم خونگرم و صمیمی، فستیوال‌های جالب و متنوع، بناهای تاریخی باشکوه و سواحل زیبا. اینجا اسپانیاست. کشوری زیبا در دریای مدیترانه، از مناظر زیبا و سرسبز تا شهرهای گرم و خشک. از مناطق متأثر از فرهنگ اعراب در جنوب تا مناطق شمالی با فضای اروپایی و کشوری مملو از سازه‌ها و بناهای تاریخی. راستی اگر میخواید در مورد مهاجرت به اسپانیا از نظر تفریحی چه کشوریه و در مورد ایالت‌های اسپانیا اطلاعات داشته باشی، پس تا آخر این ویدیو همراه من باش. اسپانیا کشوری است مسیحی و کاتولیک که در جنوب غربی اروپا واقع شده. کشوری که به دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس راه داره و از غرب با پرتغال، از شمال با فرانسه و آندورا و از جنوب از طریق جبل الطارق با بریتانیا همسایه است. از دید مساحت اسپانیا در رده چهارم بزرگترین کشورهای اروپایی قرار داره. این کشور جزئی از اتحادیه اروپا است و همچنین در ناتو نیز عضویت داره. قبل از اینکه به فرهنگ، اقتصاد و غذا در اسپانیا بپردازیم، بیایم نگاهی به تاریخ اسپانیا داشته باشیم. شماره 10. تاریخ کشور اسپانیا. 1000 سال قبل از میلاد فنیقی‌ها اولین سکونتگاه‌ها رو در اسپانیا ایجاد کردند. بعدها یونانی‌ها وارد این سرزمین شدند. در ادامه رومی‌ها تونستن بر این سرزمین‌ها تسلط پیدا کنند و از این تاریخ به بعد اتحاد سیاسی رو حفظ کرده و با گذشت زمان مسیحیت رو گسترش دادن. در سال 700 بعد از میلاد مسلمان‌ها تونستن بر تمامی اسپانیا حاکم بشن. اما 500 سال بعد مسیحیان با بهره‌گیری از آشوب‌های داخلی تونستن پادشاه‌های مسلمان رو کنار بذارن. بعد از سفر معروف کریستوف کلمب و کشف قاره آمریکا، اسپانیا به یکی از بزرگترین استعمارگران دنیا تبدیل شد و مانند دیگر کشورهای اروپایی زیربنای اقتصادی موفق امروزی خودش را پیریزی کرد. علیرغم درخواست‌هایی که در جنگ‌های جهانی اول و دوم دریافت کرد، ترجیح داد بی‌طرف بمونه و بدین وسیله تونست میراث تاریخی خودش رو تا به امروز بدون آسیب حفظ کنه و مانند ایتالیا از ساختار شهری بی‌نظیری برخوردار باشه. شماره 9. درباره اسپانیا. امروزه اسپانیا یکی از 11 کشور پادشاهی اروپا است که توسط سیستم پادشاهی مشروطه اداره میشه. کشور به 17 منطقه ویژه تقسیم شده. شهر مادرید به عنوان پایتخت اسپانیا با 6.5 میلیون جمعیت جزو 5 شهر پرجمعیت اروپا است. تیم رئال مادرید نیز نقش مهمی در معروفیت شهر مادرید داشته. شهر بارسلون نیز که توسط تیم فوتبال بارسلونا به شهرت رسیده به عنوان پایتخت ایالت کاتالونیا با 5 میلیون جمعیت دومین شهر پرجمعیت اسپانیا است. شماره 8. زبان کشور اسپانیا. اسپانیا با میانگین طول عمر 83.5 سال بیشترین طول عمر رو در بین کشورهای اتحادیه اروپا داره. زبان رسمی این کشور اسپانیاییه. این زبان که زبان رسمی 21 کشور دیگه نیز هست، در مجموع زبان مادری 480 میلیون نفره و به عنوان زبان مادری بعد از زبان چینی دومین زبان با بیشترین گویشور در دنیاست. تعداد کسانی که در این کشور زبان انگلیسی میدونن بسیار کمه و حتی در اروپا یکی از کشورهایی که کمترین آشنایی رو با زبان انگلیسی داره. همچنین با نزدیک به 6 میلیون مهاجر بعد از آلمان دومین کشور با بیشترین مهاجر غیر اروپاییه. کشور اسپانیا دارای فرهنگ‌های متنوعیه و در 6 ایالت این کشور در کنار زبان اسپانیایی زبان‌های محلی نیز مورد استفاده قرار می‌گیره و به عنوان مثال در ایالت کاتالونیا 6 میلیون نفر به زبان کاتالانی صحبت می‌کنند. راستی لایک و سابسکرایب ما یادتون نره. شماره 7. ایالت‌های کشور اسپانیا. ایالت‌های اسپانیا از نظر مدیریت، قوانین و اقتصاد اختیارات فراوانی داشته و حکومت‌های مختص به خودشون رو دارن و به همین دلیل در موارد مختلف همچون آموزش و سلامت ممکنه با هم تفاوت داشته باشن. سطح توسعه ایالت‌ها نیز متفاوته. کاتالونیا در مقایسه با سایر ایالت‌ها ثروتمندتره. علیرغم اینکه 16% جمعیت کشور رو شامل میشه، 19% از تولید ناخالص داخلی کشور رو در اختیار داره. ایالت‌های کاتالونیا و باسک در بین 17 ایالت از بیشترین اختیارات برخوردار هستند و قصد دارند که استقلال خودشون رو اعلام کنند. کاتالونیا علیرغم مخالفت دادگاه قانون اساسی در سال 2017 رفراندوم استقلال برگزار کرد. در نتیجه این اقدام 9 سیاستمدار کاتالان دستگیر شد و تا سال 2021 محبوس بودند. علیرغم تمام این مسائل درخواست استقلال کاتالونیا هنوز پابرجاست. شماره 6. توریست در اسپانیا. اسپانیا با بیش از 47 میلیون جمعیت 14مین اقتصاد دنیا و 4مین اقتصاد بزرگ اروپا است.
با درآمد سرانه $27,000 در سال در رده 30 جهان قرار دارد. توریسم یکی از منابع اصلی درآمد اسپانیاست. در سال 2018 با 84 میلیون توریست بعد از فرانسه بیشترین توریست رو تونست جذب کنه. اسپانیا علیرغم اینکه از نظر وسعت کشور خیلی بزرگی نیست و تمامی کشور هم اندازه ایالت کالیفرنیای آمریکاست، 5 برابر ایالات متحده آمریکا صاحب خطوط پرسرعت قطاره. به همین دلیل هم در بیشتر مناطق شهری مسافرت با قطار بسیار سریع و راحته. شماره 5. اراضی کشور اسپانیا. 90% جمعیت اسپانیا در 30% از اراضی این کشور زندگی می‌کنند و 70% از این کشور تقریباً خالی از سکن است. بسیار از مناطق اسپانیا رو کوه‌ها تشکیل میدن و اسپانیا به عنوان کشوری کوهستانی بعد از سوئیس دومین کشور مرتفع اروپا است. شماره 4. مهاجرت به کشور اسپانیا. امروزه کشور اسپانیا برای مهاجرت در بین کشورهای محبوب قرار نداره. معمولاً اطرافیانمون کشورهای همچون آمریکا، کانادا و انگلیس رو پیشنهاد میدن. حتی اسم کشورهای سرد اسکاندیناوی همچون نروژ و سوئد هم به گوشتون میخوره. اما زیاد صحبتی از اسپانیا نمیشه. اسپانیا مملو از معماری‌های تاریخی بسیار زیباست و مرکز فوتبال و فستیوال‌های متنوع است. در واقع این کشور برای سفر کردن فوق‌العاده است، اما شاید برای زندگی کردن زیاد جذاب نباشه. قبل از پرداختن به جزئیات لازم اشاره کنم که سبک زندگی کسانی که به اونجا رفتن نسبت به قبل بالاتره. شماره 3. زندگی کردن در اسپانیا. در اسپانیا برای زندگی کردن میتونید وقت بیشتری اختصاص بدید. یعنی مردم اسپانیا برای زندگی کردن کار میکنن. مخصوصاً از اونجایی که در شبهای تابستان خورشید تا نزدیکای شب هم غروب نمیکنه و انسان‌ها بیشتر زمانشون رو در کوچه‌ها و ساحل‌ها میگذرونن. جدایی از این، در این کشور بیکاری در مقایسه با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا خیلی بیشتره. در بررسی که در سال 2021 انجام شده، نزدیک به 13% این کشور بیکار هستند. یعنی پیدا کردن شغل در اسپانیا واقعاً کار سختیه و در صورتی که به زبان اسپانیایی تسلط نداشته باشین، این سختی دوچندان میشه. برخلاف بسیار از کشورهای اروپایی، بسیار از جوانان با خانواده‌های خودشون زندگی میکنن. درآمد پایین و کرایه‌های بالا یکی از دلایل اونه. بر اساس شاخص عدالت اجتماعی در بین کشورهای اروپایی، اسپانیا در رده پایین 23 قرار داره و 26% کشور نیز خط فقر رو احساس میکنن. در صورت پیدا کردن کار، درست هزینه‌ها خیلی بالا نیست، اما درآمدها هم خیلی چشمگیر نیست. شماره 2. هنر و فستیوال کشور اسپانیا. در اسپانیا شبکه سلامت و آموزش رایگانه و مدارس دولتی از سطح قابل قبولی برخورداره. اسپانیا از قدیم کشوری است که در زمینه هنر و رقص زبان زد بوده. نقاش معروفی چون پیکاسو اهل اسپانیاست. معروفترین رقص این کشور که شهرت جهانی داره رقص فلامنکوست. در کنار این، یکی از جاذبه‌های اسپانیا نیز فستیوال‌های متنوع این کشوره و یکی از معروفترین اونها فستیوال سن فرمینه. در این فستیوال که به مدت 9 روز برگزار میشه، هر روز ساعت 8 صبح گاوهای خشمگین در کوچه ها رها میشن و شرکت کنندگانی که لباسهای سفید و قرمز پوشیدن رو به طول 850 متر دنبال میکنن. در این فستیوال بعضی از انسان‌ها زخمی میشن. حتی در مواردی مرگ شرکت کنندگان نیز گزارش شده. شماره 1. و در آخر اسپانیا با 47 اثر ثبت شده در سازمان یونسکو بعد از ایتالیا و چین با 55 اثر در جایگاه سوم کشورها با بیشترین آثار تاریخی قرار داره. اگر به غذاهای اسپانیا نگاهی داشته باشیم، می‌بینیم که تحت تاثیر فرهنگ غذایی آفریقا، مدیترانه و اروپا قرار داشته و روغن زیتون یکی از اجزای اصلیه و در هر سالاد و غذا مورد استفاده قرار می‌گیره. جدایی از این، غذاهای اسپانیا نسبت به سایر کشورهای اروپایی تندتره. اقلیم اسپانیا کمی به اقلیم کشور ما نزدیکه. کشور 4 فصله. تابستون‌های گرمی داره. به همین دلیل هم سواحل زیبای این کشور برای مردم مناطق سردسیر بسیار جذاب و دلرباست. به طور کلی مردم اسپانیا انسان‌های خونگرم، اجتماعی و اهل تفریح و خوشگذرانی هستند. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. ممنون میشم نظراتتون رو برامون کامنت کنید.